Ali, bunun altı da perde, bak orada perde. Bunların suyu, elektriği hepsi var. Şimdi doğalgaz gelecek buraya. Yani satış sahası 8 tane var burada dübleks. 8 tane. 4 arkada 4 önde. Şimdi gezeceğiz. Burada verelim Mesi'ye. Hacı Mesi'ye bir tane. Bunlara 6,5 milyon istiyorlar ama pazarlık olur. 6,5 milyon istiyorlar, evet. Bunların suları, elektrikleri, doğalgazları hepsi alındı, isyanları alındı. 8 tane burada düpleks var. 8'ini de satacaklar. Denize çok yakın. Alt tarafımızda otel olacak. Günübirlik tesis, kafeterya, restoran, otel hepsi olacak. اینیجا Şarköy'e 2 kilometre uzaklıkta yaklaşık. Viraj var, hepsi var. بس آمده بس رجب القداش بس میایه Otel olacak burası, restoran. Bas Ali geleceğiz. Bas. Otobüs. Tabii minibüs geliyor gidiyor buraya. Otoban burası, otoyol. Plajı var. Buraya çok güzel şeyler yapılacak. Bungalow evler yapılacak, otel yapılacak. Otel sayılır ve park mesela. Evet, burası resmi yok. Burası resmi yok. Oradan bak. Oradan asfalttan buradan çıkıyor. Buradan da bu binanın arkasından buraydı. Altyapısı var. Buradan hepsi var. غایر می سرک سرک به Burası şantiye binamız. Şantiye binamız. Bak şurası satış ofisimiz olacak. Gel böyle gidelim. Gel böyle gidelim. Gel. Burası satış ofisimiz. Aşağıdan merdivenden gelip çıkacağım buraya. Her şey olmalı güzel. Şimdi yukarıları da çıkınca çekersen güzel. همه تو میریم خیر پروانه داره دوستان عزیز سلام علیکم Buradan bir tane sana verelim. Diğerlerine de 8 tane. Arkadaşlar. جایی که آمدیم خانه بیسلا فروشی است که بالای 95,000 دلار است. حالا فعلا در بیرون هستیم، باز میریم بالا که خانه را سعی کنیم و در این تپه که میبینید این خانه است. میبینید 3 بدرومه 2 بدرومه مستقیمشان بهر است که برادر ما مثل که گفت اینجا هتل جور میشه، دکان ها میره، دیگه یک چیز بسیار مقبول میشه. حالا منی خانه است که خوب میبینید که رجب خان به اصطلاح ایجنت از اینجا است. بسیار مقبول جای است و این هم اینه که هر کدامش از خود یک اولی داره. هم اولی که پاتیو میمونی، البته دو طبقه است، 2 نفریش زندگی میکنه، 2 خانواده و اونو همونه میبینید.
اینجا تقریبا 3 سال راست دباس این باز از بس استیشن تا اینجا و بحر است که بسیار محبوب جای است در این طرف خودش اون طرف که ببینید خانه علی جان افشار هم اون طرف است که دعوت شدیم ما اون طرف است. البته از این به اصطلاح ویلاست اون طرف که میبینین خانه است. اینمی از پایت تقریبا اون طرف سفیدا خانهش است و اینجا هم کلش خانه میشه. اگر دوستایی که خوش دارن بیان در شهر ترکیه انتالیا میبخشین شرکوی ما از انتالیا گپ میزنم. من خودم هم اینجا شاید بیایم شاید نیست 100% از اینمی خانه یک دانه میخرم خانه انتالیای خودم میفروشم. اینجا میم انشالله که نمیبینید بهترین منطقه است اینجا و بسیار پیسه کم 90,000 هیچ پیسه نیست دلار البته و فعلا پسانا شاید هم یا به 3 لک و 4 لک فروختنم زیادتر فروخته میشه چون بحر است لب بحر است لب بحر کسی میتونه که موتل کرا بگیره یا خانه چیز موتل داشته باشه بسیار برش خوب است اینجا. داخل خانه میریم باز گپ میزنیم. دوستان عزیز نگفتن همونه البته این خانه را که میخرید با همراه سیتیزن ترکیه که اقامه ترکیه را میتونین که شما به همی خانه که میخرین شما بگیرین اقامه شما میده همی رجا براتون اقامه میگیره و تمام مثلا دیگه چیز ندارد عایداتی که مثلا یا تکس بتین ازی بتین تمامش همراهش هسته و 300,000 دلار یا 200,000 دلار که شما با خودتون جگره بکنین چیزان براتون میگیره رجب. از این خاطر من دوباره گفتم که اینجا اقامه و سیتیزنشان میتونید بگیرید از ترکیه. میبینید که داخل آمدیم که 2 فامیل در اینجا زندگی میکنن و اینجا منه منظرهش است که از بالا باز میرم از بالکن رو میگیرم و منطقه یک چیز بعدی که لفت نداره روی زینه است در روی زینه بالا میشی خب کم است البته یک 20 پته 10 پته زینه است. بسم الله الرحمن الرحیم. این همینه سالونش است. بسیار یک سالون کلان حبی طرف اینی تشنابش است بس به اصطلاح که نمیبینین کلی چیزش نوه. خانه طبقه بالایش است. این پایانش است البته سالون 2 تا سالون داره و هم بالکنیش است از این سو که دیگر خانه است و یعنی میبینین که از خود خانه ابی دقیقه خب که از سالون نه بالکنش است. یعنی برآمدیم در بالکن
3 ساعت مثل که گفتم 3 ساعت را از چیز دوره، از استانبول. طبقه بالا خانه خوابش هسته. نه هنوز هم چیزایش نکنده، سنگ مرمر. این یک اتاق خواب اینجاست. اینو میبینین زمین سنگ مرمره و اینی اتاق دومش این اینجاست. این 2 اتاق. اینی هم به اصطلاح دیگه تشناب، 2 تا تشناب داره که این یک تشناب اینجا داره، یک تشناب پایان داشت. اینه بازم دوباره اینی هم اینه بالکن بالایش از بامش از دیگه. این بام است که میتونین از بهار از این استفاده کنین. رجب جان تلفنش گرفتم براتون. اینجا البته ریل استیت داره خودش. هر کس خوش داره تلفنش براتون در کارتش هسته. همراهش به تماس شوین. نامش رجب است و در شرکوی است. اگه در این شهرام بیاین برای خانه دیدن میتونین که 3 ساعت راه از استانبول داره. همینجا اتاق براتون میگیره، یا خانه یا هتل. کسی که میخواد بیایه برای بالا بیا. اینو میبینین که از بامش استاچوی زندگی تلفن. پایانش است که ایران دادیم بیشتر پایان از بالا طبقه 2. در بالاش که هسته اینه میخواد ببینین کلان بالکنی داره، بسیار کلان. اینه کلان بالکنی داره. اینجا من تاکاویش هسته. بخیالم که هر چی تا میخوایی. نه یک اتاق دیگه است. نه یک اتاق کلان که میتونی اینجا اتاق کلان همینجا یک اتاق باشه. بسیار اینا کلان اتاق است. نه باش که من این سونشان ارسیست کنه بحر میبینی. این همون بالکنیش بود. خوب کلان اتاق است با تمام چیزش معیاسته. که برادر رجب من تقریبا 4 سال است میشناسمش. بسیار یک آدم. الان نرسسی دورده اون طرف اونهایی که میبینین نواباد شده اون طرف هم. اینجا دیگه تا 2 سال جای نمیمانه. خوب بسیار مقبول میشه. بسیار مقبول میشه. اینجا دیگه برای شهر توریستی و از تمام شهرها که حتی از انطالیا که بهتر است اینجا. و از اینجا مردمش بسیار با ادب، بسیار مردم خوب. فریب دادن یاد ندارن که فریب بتر مثل استانبول باره. بسیار مردمش خوب. اینجا بازار است، بازارهای میوه است، بازارهای چیز است که نه. برسی پایو با پول مطلق بله یکتر. ای کاش من زبانت میفهمیدم رجب که دیتی گپ میزدم، ولیکن من زبانت نمیفهم. اینا پس میری منزل پایان. برادرایی که خوش داره دوباره میگم همراه رجب جان به تماس شوه که یا به علی افشار میتونین که همراهش به تماس شوین. علی جان افشار شمارهش باز میگم. همچنان این فقط اینوی کیچنش است. این یک استوف داره و اینجا جای اخچالش است و این هم این روکایش است که هنوز چیز نشده تازه و کل چیز. اگر میل خرید دارین میتونین که همراهش به صحبت شوین یا از تلفن به ما تماس شوین که ما بگیم که شماره تشابه میتونه، یا همراه علی جان افشار یا با خودش مستقیم. این است که من مثلا پیش از پیش میگم که من کلم خدای ناخواسته من چی کنم. کسایی که خوش دارن که من بگم ولا اگه منزل پایان بگیرید، این منزل پایان که هسته اینجا نه خانهش هسته یا همراهش هست 5 اتاق میشه. یا میبینین که همراهش نه 4 تا آدم داشت. این سالون داره و سالون پایین که میخوای بشینی اونه که میبینین یا هم کلان جای هسته.
به اولی طلاق میگیره این خانه که دولیان میتونین بشینین و از این خانه اگر مهمان میاد نفر زیاد میاد برای فامیل کلان بسیاری خوب است. 5 اتاق داره به این پیسه که اینجا هست یک اتاقش پول انطالیا است به اصطلاح و 3 ساعت هم از استانبول دور است. فعلا همون به اصطلاح نفر میشینه درش به خاطر که اینجا روش میکنه. یعنی میبینید خوب کلان سالون داره و به اصطلاح کرکره داره اتوماتیک که تا میشه کس داخلش نبه سکورتیگار داره. یعنی دفعه هم تشناب داره، خب یک تشناب لوکس و این از زیر آمینه بالا رایش است. باز میریم سعی میکنیم و یک اتاق همین اینجا داره برای خواب که نمیبینین دو چاپ حرکت مانده. خب کلان خانه است یا امتاکویش اینجا میره بالا خانه منظر اول هستی. اینه یک اتاق اینجا داره خواب و اینجا میره که تشناب داره در بالا و اینجا میره سالونش هست اینجا. خب کلان سالون Hiç bir süre sanmıyorum yani. این بالاست منتهای یک اتاق پایان داره یک اتاق بالا داره و این هم سالون دومش است که 2 اتاق و یک سالون داره. پایان یک اتاق و یک سالون داره و این هم این بالکنیش است که تعلق با مو پایان اولیست که اینجا این نزدیک به اولیست پایان اینجا میره این چیز است. همین بالکنیش کلان، خب بسیار کلان و بسیار یک ویوی بسیار مقبول داره. اینجا شب میتونیم که همراه فامیل زندگی 2 روز از استفاده کنیم. میبینید یک بسیار ویوی مقبول داره. هیچ از این که دیگه جای معقول پیدا نمیشه. رجب خان بازم دوباره میگم کسی که میخواه همراه رجب خان به تماس شود شمارهش باز دوباره براتون در کارت نشان میتونم دوباره و همراهش به تماس شوین. در شرکوی زندگی میکنه از استانبول. بازم دوباره میگم که تکراری 3 ساعت راست دبست. این رجب خان همراهش باز به صحبت شوین. شماره تلفنش 0537 355 76 15 0537 355 76 15 رجب التای این امراش به صحبت شدید.